دوبله شده در استودیو جن. بفرمایید شوکت خانم اوقاتون رو فرستاد. قربون دستت عمو اتمه. بفرمایید. ممنون عمو اتم. نمون شما. خدایی خیلی چسبیده، خوشم اومد. نریدم اشو چرت و پرت خرید کنید، با سیاست خرج کنید. نه بابا چه خرج کردنی؟ من چون میخوام زن بگیرم باید پولامو جمع و جور کنم. من قرار نیست زن بگیرم، اما منم باید پول جمع کنم دیگه. حالا که فصل ماهیگیری تموم شد، ماهی تمومه، چایی شروعه. یه عمر کارمون اینه. حالا که حرفش پیش اومد عمو اتم، من امسال برای چای نمیام. چرا مثلا آقا جواد خان؟ همین جوری نمیام. بابا چیه همینجوری عمو اتم؟ نه که شازیمند اینجاست، میترسه اگه جون بخوره یه وقت دختره رو بقاپه. کی میقاپه ها؟ اسمشو بگو. یعنی چی کی میقاپه؟ چه زود قصه برای یادت رفت پسر. اگه همینجوری بی خیال و شلول برای خودت بچرخی، خب دختره رو میقاپه دیگه. بابا جوادمو اذیت نکنی. پاشو کامیل بدو. باز کجا؟ چی باز کجا؟ میریم حق اون قصابو بزنیم کف دستش. بدو. کامی تو هم برو دنبالش، کار دست خودش نده. برو. رفتم. میگم اتم کاپیتان، این کار دست خودش نمیده. خیالت راحت. orhan خان قرقرو کی بودش؟ کم پشت سر سلین نق نزدی؟ انگار ندیدی. اتم کاپیتان، حالمونو نگیر. حالتو نگیرم. اگه دروغه فکر کردی ندیدی؟ به خدا نذاشین یه دل سیر عشق و حال کنیم کله سری. آی وای مردم یادگار جان. آی سرم از یه طرف میتره که چشام از یه طرف. انگار یه فس کتک خوردم. تو زهرماری خوردی؟ دیگه چی خواهر؟ منو چه به مشروب یادگار. همش 2 لیوان کولا خوردم. خواهر موندم با اون همه دوپس مردم چجوری اونجا دووم میارن یادگار. انگار کل اون دیسکو رو برداشتن چپونن تو سر من. کپل هم میگی خستم هم میگی مریضم، پس چرا پا میشی میای اینجا؟ برو بگی بکن، برو دیگه. خواهر راست میگی، آفرین فکر خوبیه. من برم یه ذره تو اتاق لیفسو بخوابم استراحت کنم یادگار. اتاق لیفسو نمیشه، اون نمیشه. جارو برقی میزنم خونه رو جارو میکنم، سر درد میگیره. باشه تو جارو تو بزن، من درو میبندم، هیچی نمیشنوم. من برم تو اتاق لیفسو بخوابم یادگار. بابا با صدای جارو برقی نمیتونی بخوابی. قش 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 قش. باید تو سکوت بخوابی، راحت بخوابی. برای پوست آدم خوبه، آدمو جوون میکنه. همه همینجوری میگن. جدی میگی؟ آره تو تلویزیون میگفت. دروغم چیه کپل ماپال؟ برو خونتون بگی راحت بخواب که خواب بخواب بری بلند نشی. اگه اینطوره من برم خونه بخوابم یکم جوونشم خوشگلشم. البته زیادم لازم ندارم اما خب پس فعلا. برو به سلامت. برو دیگه وای نستا. اوف بادو بیا این ببخشید زینب این چیه؟ فلفل دلمه ای فاطمه. اونو نمیگم، اینجا میدون جنگی یا بازار محلی آخه؟ خب بازار دیگه. من بازار مازار سرم نمیشه، بهت گفتم اینجور جا نمیرم، کلستروفوبی دارم، سوار اتوبوسم هم کردی. از رو نرسیده قرولاندا شروع شد. فاطمی هنوز خیلی کار باشه وایسا زینب. بله متر. فاتح من رفتم کافینت، حدس بزن چی شد؟ چی شد؟ این کافینته دوربین نداشته. من با صاحبش صحبت کردم، گفتم یارو کی بوده، گفت آقا جون روزی 100 نفر میان اینجا. ناجور شد. آره فاتح اما یه چیزی بگم. این یارو هرکی هست خیلی حرفه‌ایه. یکم فکر کن، یارو تو شهر به این گندگی رفته از یه کافینت که دوربین نداشته فرستاده. به نظرم این تصادفی نیست. فهمیدم. حالا که اون حرفه‌ایه ما هم از یه آدم حرفه‌ای کمک میگیریم. خیلی خوب باشه رفیق، قطع کن، من حلش میکنم. باشه بیا وای دستا بیا ببین چیا. الو مصطفی، مته نتونسته بفهمه، از قدرت ما خارجه، به آدمای حرفه‌ای تری احتیاج داریم. اونش با من آقا باشه. بودو بیا. زینب هرچی برداری زینب فکر کردم گمت کردم.
فاتح جون صبر کن. این چنده خانم؟ 5 لیتر. 5 لیتر؟ آره. مگه سر گردن از خانم همین یه ذره 5 چیه لیتر؟ سیب زمینی 8 لیتر شده. آره راست میگی، سیب زمینی هم گرون شد. باشه مادر جون، تو یه 5-6 دسته بذار تو کیسه. زود باش. نه نمیخواد، بذار سر جاشه. نمیخوایم، میریم بقیه نمیگن. نمیگیری بابا، بگی بره. فاتح جون اینجا بازاره، نباید از اولین جایی که میبینی خرید کنی، باید قیمتا رو با هم مقایسه کنی. خدافظ. بابا علف دیگه، قیمت چی رو مقایسه کنیم؟ زینب وایسا. وای اینا هورمونی ها. نه خانم، ما رنج جنس هورمونی بفروشیم. این ارگانیکه. آره خدا این از باغچه خودمون آب شد. آقا جون یه نگاه به این بنداز، توت فرنگی قد کله منه، با سیب 2 سانت فرق داره. اون جنسش اینه آبجی. آره منم باور کرد. جنس خانم ما هم اینه. خسته نباشه. زینب وایسا. زینب یه ساعته داریم میچرخیم، چرا هیچی نخریدیم آخه؟ فاتح جون عجله داری؟ خب داریم میگردیم. بگردیم، اما تو که هیچی نمیپسندی. عجیبه، منو چجوری پسندیدی؟ کی گفته تو رو پسندیدم؟ نپسندیدی؟ ای قربونش بشم، من مگه میشه من تو رو نپسندم؟ ببین بیا بریم خونه، هر چی بخوای از مارکت برات میخرم. قول میدم. بیا بریم. نمیشه جونم، باید آداب و رسوم خرید کردن از این بازار رو بهت یاد بدم. بابا تو برای همه چی یه بهانه جور کردی، نتونستیم هیچی بخریم. فاتح جون ببین اینا قانونه خرید از بازاره، باید سخت پسند باشی، چشاتو خوب باز کنی، قیمتا رو با هم مقایسه کنی، به هیچ کس هم اعتماد نکنی. خدا یا خداوندا، معلوم نیست اومدن برای خرید یا بازرسی و تفتیش. تو رو خدا یه چیزی بگیریم دیگه زینب. وای ببین اونجا چه لیموهای خوبی داره. صبر کن من گمت نکنم. الیفسو گوشی منو ندیدی؟ رو میز بود دایی. دیده شده در کدوم میز؟ استدیو جن. آها برش من. دایی چی شده؟ کجا؟ میرم بیرون، یه ذره کار دارم. دایی چه کاری؟ کار اصلیمون اینجاست. خب اون کار توه، کار ما بیرونه. او دیگه چی؟ من تنهایی نمیتونم این کارو بکنم. الیفسو جیگر دایی، دیشب دربارش با هم حرف نزدیم؟ چرا؟ حرف زدیم، نقشه کشیدیم، اما نگفتی قراره بری. دایی تو رو خدا نرو. ببین وقتی اون زن اینجاست من نمیتونم اینجا بمونم، فهمیدی؟ باشه اما چرا؟ اون زنه کیه؟ همش میگی دشمن مخفیه. خب همینقدر بدونی برات بسه. نه خیر بس نیست. حالا که قراره شریک جرمت بشم باید همین چیو بدونم. الیفسو ببین تو اون نامه رو بر میداری یا نه دخترم؟ جواب منو بده. دایی نکنده. نامه رو بر میداری یا نه؟ تو اینو بگو. باشه بر میدارم اما اومدم. خوش اومدی زنداداش. ممنونم یادگار. بفرما. دیدی الیفسو منو اینجا به حرف گرفتی، زن از راه رسید. آفرین خیلی خوب. بودو تو اتاق. پشت. من اینجا نیستم و حواست باشه. بفرما تو زنداداش. بیا. خیلی ممنونم. زندونی شدم اینجا. بیا بریم بالا بشینیم. بیا بریم. بفرمایید. خوش اومدی چوکر. قربونت مریم. فسقلی بود چطوره؟ کیفش کوکه بابایی. امروز که خیلی لگد میزد، شبم نذاش درست بخوابه. پس مثل باباش آتیش پاره حساب در میاد. مثل باباش جسور و با دل و جرأت باشه. مثل مادرش هم خوشگل بشه. زنداداش. خونه اصلا عوض نشده یادگار. بعضی چیزا عوض میشه، بعضی چیزا عوض نمیشه دیگه. زندگی. بیا بریم بالا.
بفرم. خوش اومدی زن داداشم. خیلی ممنون. بیش راحت باش، بفرما بیش. خوش اومدی زن داداشون. من یه چای بذارم بیام. زحمت نکش، بیا بشین. خیلی ازت ممنونم که منو دعوت کردی اینجا. منم میخواستم باهات حرف بزنم. چایی بذار برای بعد. فاتح خیلی خوب شد رفتیم بازارا. باور کن دوباره حس کردم آدمی زدم. من که همچین حسی ندارم. همه جام درد میکنه. بزرگش نکن فاتح دیگه. چقدر تو نازنازی بودی. بابا چه ربطی به نازنازی بودن داره؟ تازه خانواده منم میرن بازار، من دوست ندارم. چیکار کنم؟ مقدس خانم بازار. اون نه، مادر بزرگم یه وقتایی میره. سلینم میره. یه لحظه شوکه شدم. من خوشم نمیاد از شلوغی، خوشم نمیاد. خب چیکار کنم؟ تو هر خونه یه بچه‌ای هست که از بازار خوشش نیاد. اون بچه‌م منم دیگه. خب دیگه بس قار نزن. وای فاتح نگاش کن. سلام، چیکار میکنی؟ عینک بازی میکنی؟ میدیش به من؟ ای جان اسمش چیه؟ ابراهیم آرند. اینو ببین اسم این چیه؟ مته. اسم رفیق درجه یکمه. اخلاقش مثل اون نشه. ای چه نازه. آیه خانما، شما این کدو رو کیلویی چند گرفتین ها؟ سلیر نه؟ سلیر گرفتین. فاتح جون نه. من خیلی ممنونم. من رفتم. زینب صبر کن، مرگ من. زینب بیا این بچه‌ها رو ببینیم. زینب صبر کن. خاله خنده‌دار بود نه؟ عینکتو میخوای؟ ممنونم آقا. به سلامت. خب آقایون، این خبر مهم چی هست حالا؟ نگاه چه خودشو میزنه به اون را. دروغگوی دغل‌باز. خجالت نمیکشی به رفیق ما نارو میزنی ها؟ خجالت نمیکشی؟ ببخشید چیو دارم میزنم به اون را؟ ببین عضله آمپولی، تو پشتت به این عضلات گرمه. این چرا تیر پارتیستر برداشتی برای من؟ عضله بیا منم دارم، اما قلب من از عضله‌های تو گنده تر آقا. قلبم پر از عشق شازیمنده. بابا چه عضله‌ای چه عشقی؟ راجع به چی حرف میزنین؟ از عشق حرف میزنم، از عشق کور حرف میزنم. اگه از شازیمن دست نکشی این دنیا رو سرت خراب میکنم. از این حرف میزنم. من کسی به نام شازیمن نمیشناسم. آدم چجوری دختری که خواسته رو نمیشناسه؟ خواستگاری کردی میگی نمیشناسم. این چه جورشه دیگه؟ من خواستگاری کردم؟ نه پس من منم خواستگاری کردم. آره من از کسی خواستگاری نکردم. اشتباه گرفتین. بار پیشم اومدین اینجا. بسه ببند. آره خب الان که دیدی اومدم سراغت از ترس میگی من نمیشناسم، نمیدونم چی میگین. آره یعنی از تو ترسیدم. چیه؟ مشکلی داره؟ رفیق من وقتی پاش بیفته همچین افریده بازی در میاره، میزنه دهنت خورد میکنه که نفهمی از کجا خوردی. یه لگد میزنه که بمیری. نگاه ای بابا، معلوم است شما چه مرگتونه؟ دست از سرم بردارین. من سرم تو زندگی خودمه، فکر ازدواجم نیستم. برای شما هم آرزوی خوشبختی میکنم. چیزه داداشم، یعنی تو جدی شازیمند رو نمیخوای ها؟ بابا میگم نمیشناسم. شما نمیفهمین. برید دیگه، کار دارم، وقتم هم نگیرین. ای خدا، ای بلکام شازیمند بود واسه من. همونطوری که شنیدی مجبور بودم برم. یعنی چاره دیگه ای نداشتم. اوی زن داداش، تو چرا زودتر اینا رو به من نگفتی آخه؟ برای چی گذاشتی این همه سال الکی ازت متنفر باشیم؟ یعنی حرفمو باور کردی؟ اوی بله که باور کردم. تو زن داداش منی، خواهرمی، عزیزمی. بیا اینجا ببینم، بیا بغلت کنم، قربونت برم.
خیلی دلم برات تنگ شده بود. اوی زنداداش من. نمیدونی چقدر دلتنگتونم. اینجا دلتنگ زینب، دلتنگ تو. اوی چرا خودمو نمیگی؟ یادته با چقدر با هم دیگه جور بودیم؟ همسایه ها میگفتن اینا چجور خواهرشوهر عروسی هن؟ همش جلوی چشمه. زنداداش الان چیکار؟ ببین حالا اینا رو ول کن یادگار. من به شوکت قول دادم که زینب هیچی در این مورد نفهمه. زینب خیلی خستم، بریم خونه. خواهش فقط یه ساعت دیگه غر نزنی. همه جام درد میکنه. شوکت اومده آره؟ زینب. زینب؟ صبر کن، من کلید دارم. آخ یادگار زینب اصلا نباید منو ببینه اصلا. نترس تو برو تو مخفی شو. بدو اگه جاد میشه برو مخفی شو. بدو شوکت؟ مریم اوف من چجوری این نامه رو بردارم؟ مامان هم گفت از اتاق در نیا، هم گفت نامه رو بردار. آخه چجوری؟ عمه. آخ زینب آخ. عمه منم. اینم بگی. ببین اینجا هیچکی نیومده، تو هیچکی ندیدی. باشه دخترم ساکت. خیلی ممنون. ببینم معلوم است تو اینجا چی کار میکنی؟ خودت اینجا چی کار میکنی؟ تو چه کلکی تو سرت شوکتان؟ اومدم. اوی اینا که اومدن. اوی عمه صدبار صدت کردم چرا نشنیدی؟ خوش اومدی. چرا اومدین اصلا؟ کار داشتی؟ آره عمه جون. زینب بیا بریم خونمون. فاتح چرا نگو دیگه. عمه مگه تو بیرونمون کردی؟ نه بابا خونه خودتونه. من نمیدونستم میایم. تعجب کردم. خونه هیچی نداریم. من باز برم بازار خرید کنم. زحمت نکش عمه جون، کل بازار تو ماشین ماست. هر چی خواستی برو بردار. چقدر قور زدی تو قور. من که کمرم شکست دارم میمیرم. اوه خیلی خوبه عالیه. باشه این که میمیرم؟ کسی با 2 کیلو بار نمیمیره. چرا اومدی زینب؟ میخوام شام درست کنم. اومدم دستورشو از تو بپرسم. تو مشکوک میزنی؟ چی شده؟ چه خبره ها؟ اوی من همیشه مشکوک میزنم. چیزی نیست که. تو دستور چی رو میخواستی بگو بهت بگم. میخواد پلومایی درست کنه، انگار آشپزی کشکه. زودتر این دستوره رو بگو ما بریم. به خدا خسته‌ام عمه جون. هی نمک نشناس. یه پلوماهی بپسم انگشتتم بخوری. همینجا واسه دستور رو بهت بگم بنویس. بریم تو سالن راحت بنویس. آره منم استراحت زینب خوش اومدی. همینجا دستور رو میگم بنویس برو. خب باشه بشینیم اونجا مینویسم. نشین زینب نشین. عمه سرپا بنویسم آخه. بله سرپا بنویس برو دیگه. نشین. اوی چقدر خسته شدم. وای کاغذ قلم ندارم. تو ذهنت بنویس سخت نیست که. حساب کن الان با گوشی ازت فیلم میگیرم. خب بگو عمه جون. زینب دخترم اول ماهیا رو بچین ته ماه تابه. خب اونا خوب سرخ بشن. از این ورم پلو رو نه اول ماهیا رو سرخ کن. نه اول پلو رو بذار تو این پلوت هم کشمیش و پسته و لیمو و اینا هم بریز. بعد از این ور تو پلو لیمو. عمه ما از کی حالا تو پلو لیمو میریزیم؟ آخر سر مگه نمیریختی؟ اوی زینب همش یه جا میره دیگه. تش که با هم قاطی میشه. کشش نده که همشون یه جا میرن. نه خیر شما یه چیزی شده. بگو چی قایم میکنی؟ الیپسو طوری شده، اورهان طوری شده یا بابام طوری شده؟ بگو کی طوری شده؟ من از تو چیو میخوام قایم کنم؟ ببین ادای کسی رو در نیار که از هیچی خبر نداری. ببینم اینجا قایم شدی که حرفای ما رو گوش کنی. آدم قطع حرف تو رو گوش کنم. پس اینجا داری چی کار میکنی؟ خواب بودم. دروغ میگی. زینب من چیو دارم از تو مخفی کنم؟ خستم حواسم پرته. عمه جون حرفشو جدی نگیر. اون کلا زده به سرش. چپ و راست به همه شک میکنه. فروشنده‌های بازارم زله کرد. تو امروز تنت میخوره ها. باور کن حال خاروندنم ندارم. اینجا راحت نیست. میرم اتاق اورهان بخوابم. نمیشه اونجا نمیشه. نه اونجا نمیشه. یه ساعت بخوابم تو دستور ماهیو بده دیگه. یه ذره استراحت کنم. نمیشه. بابا باشه خب خیلی خوب. یا خدا دیگه چی؟ مریم خانم اینجا چی کار میکنی؟
ای شوکت بابا، ای شیطون. زینب اینجاست. ساکت باش. آی عمه جون، شارژم آخرشه. زینب بذار شارژر رو ارهان زینب نمیشه اونجا پریز نیست. چیکار کنی؟ تو برو بیرون. باشه. تو زودتر زینب و بردار از اینجا، برو بیرون. باشه. موفق باشین. نه نمیشه. زینب همه جا پر از رخت چرکه، من کمرم درد میکنه. بریم خونه، اینجا نمیشه خوابید. بابا صبر کن گوشیمو یکم شارژ کنم. نه زود بریم خونه. به خدا زینب کمرم بد جور درد میکنه. چی شد؟ تو که میخواستی بخوابی. نظرم عوض شد. ای بابا. بریم عزیزم، من تو شارژر دارم، میزنیم به اون. باشه. بیا عزیزم بیا. باشه دیگه اومدم. بذار یه سلام بریم خونه ما، دستشویش راحت‌تره. میریم اونجا عزیزم، خونه میری دیگه. بیا کفشتو بپوش. بیا زود باش. عمه جون شما هم شبیه بابام شدی یا؟ معلومه شبیه بابات میشم دیگه، شبیه همسایه بشم، اون داداشم. آخه قبلا شبیهش نبودی. یکم برگرد نیمروختو ببینم. اون روی منو بالا نیار. برید خوش اومدید. بریم وای نسیم، بریم بیرون. بهم داره دیگه برم میخوره ها. یعنی چه هی میگیم بریم. ببین پیش پسر چجوری با من حرف میزنه. به من فوش شد؟ نه بابا کسی به تو فوش نداد. بابا دیوونم کردی، میگم کار دارم. بریم دیگه، کار دارم. بدو دیگه، بدو. خیلی خوب دیگه اومدم. کفشام پام نمیشه. بیا تو ماشین میپوشی. بریم به سلامت. بریم خونه. دعا کن غذام خوب بشه. خب باشه آمی. باشه دعا کرد، توفم کرد. به سلامت. بریم خونتون. بریم ببینم. وای خدای شکرت بالاخره در رفتن. وای خواب از سرم بپره. داداش واقعا که یادگار، اصلا ازت انتظار نداشتم. زن نداشت، تو اشتباه فهمیدی. تو اهمیت نده یادگار، زبون سرش نمیشه. تو یکی اصلا حرف نزن شوکت. نمیدونم چی تو سرته، اما اگر برای دور کردن من از زینب نقشه کشیده باشی بیچارت میکنم. بیچاره، یادت نره. کیفم کجاست؟ زینب که اومد اونو تو اتاق مخفی کردم، الان میارم. زن داداش حرفامون نصفمون، بازم میای پیشم؟ دیگه فکر نمی کنم یادگار. الیفسو بیا. نامه رو برداشتی؟ نامه اینجاست. بدش. اما خیال ندارم به این راحتی ها بهت بدمش. اوی چرا مثلا؟ خب تعریف کن ببینم کاپیتان شوکت. این زنه کیه؟ ما چرا این نامه رو برداشتیم؟ از همه مهمتر این زنه چرا از خود زینب قایم میکردیم؟ نگاش کن چه نشسته جلوم بازجویی میکنه. اون چیه اونجا؟ بازم کارت به من میفته آقا شوکت. اون وقت نشونت میدم. خاک تو سرت الیفسو، خاک تو سرت. داداش یه ساعت نصف عمر شدم، کم مونده بود. خواهش میکنم، قابل نداشت. آخ آدم به این بیچشم و رویی ندیده بودم. زینب عزیزم، خیلی فکر کردم این نامه رو بنویسم یا نه. ده این که واسه زینبه. مریم کجایی؟ همین الان بیس ببینمت الان.
اوف چه بویی میده. خیلی کنجکاو شدم ببینم چطوری درست کردی. خب میمدی نگاه میکردی، پختنش خیلی سخت بود. اما به نظر آسونه ها. اگه آسونه تو بپس ما هم بخوریم. چی شد دخترم؟ تموم نشد. شب شد هنوز 2 بشقاب غذا نپختین. الان گلسوم خانم صداش در میادا به خدا. خب ببین چقدر چیز میز آماده میکنم. خب یه روزم دیر شام بخورن مگه میمیرن؟ خب درسته، حق با توه، اما قانونای گلسوم خانم. خب اصلا قانون واسه دور زدنه. دروغ میگم دخترم. درسته. زینب برای سلیم چیزی درست کردی دخترم گرسنه نشه؟ غذاشو بده. آره درست کردم، سوپشو گذاشتم اونجا. از اون سوپ بدیم بخوره. من الان باید عضو ثابت سفره کارا دنیز نون ذرتو بپزم. غذای جیگر عمه رو خودم میدم. بیار اینجا عزیزم. سلیم پاشا. این چیه؟ چرا این نامه رو نوشتی؟ اینو از کجا پیداش کردی؟ با هم یه قراری گذاشته بودیم کارو مریم. درسته، منم پای قرارمون وایسادم، اما تو این نامه رو چجوری پیداش کردی؟ میخواستی اینو بدی به زینب نه؟ آره، اما این مال قبل از صحبتمون بود. ما با هم به توافق رسیدیم. ببین یک کلمه از حرفای تو رو باور نمی کنم کارو مریم. درسته. امروز وقتی با هم تو اتاق بودیم یادگار کیفمو گشت و اینو پیداش کرد. درسته؟ آیا اونو نکش وسط. چیه جمال؟ سلام علیکم کاپیتان. تازه شنیدم چی شده. گفتم قبل از اینکه ترتیبشو بدم بهت زنگ بزنم و احوالتو بپرسم. جمال چی داری میگی؟ چی شده؟ جریان دومادتو میگم دیگه، اما نگران نباشونش با من. دومادم چی شده؟ درست بگو. یه بیشرفی مزاحم عروسمون شده دیگه. دومادت پیغام فرستاده اما خیالت تخت سری ترتیبشو میدیم. سب کن تا بیام. تو به من نگفتی جریان چیه؟ مواد کاری بکنی ها. حالا میام. آی از دست تو. باز چی کار کردی؟ ببینم چی شده. شاکت چیزی شده؟ به تو ربطی نداره. خیال نکن این جریانم فراموش میکنم. خرابکاری نکن. کارا مرگم. زینب جون دست درد نکنه. پلو ماهی دیگه شاهکاره. نوش جونتین آقا فهمی. اینو تو درست کردی؟ چی شد؟ نپسندیدین مقدس خانم؟ هی به خودم میگم این غذای بی نمک و بدمزه رو چرا میخوریم آخه؟ البته اینجوری میگین، اما حرفتون با بشقابتون جور نیست. امروز صبحونه و شام و زینب جون حاضر کرده. راستش نمیدونستم عروسمون اینقدر کدبانوه. دستت درد نکنه عزیزم، همه چی خیلی عالی شده بود. عالی. خوشحالم که خوشتون اومده گلسوم خانم. نوش جونتون. خانم بنده خودشو ثابت کرده. دیگه از این به بعد هر کس که بخواد به غذای تو ایراد بگیره طرف حسابش منم. گفته باشم؟ دوست من با استعداده. تو آشپزی از خاله یادگار هیچ دست کمی نداره. تو از کجا پیدات شد؟ تو کی اومدی؟ حاضر جواب. فادیک جان ما چرا به عقلمون نرسید شوکت و یادگار و الیف سو رو واسه شام دعوت کنیم؟ بله. قشنگ دوره هم این شام خوشمزه رو میخوردیم. خیلی خوب میشد. دیگه چی؟ این چه وضعیه؟ هر شب ور دل هم چه زود جونجونی شدیم. مامان جون یادت نره ما دیگه یه خانواده بزرگیم. مامان امروز شما یه مدت غیبت زده بود، کجا بودی؟ من برای یه چیز میگم عزیزم. از قدیم گفتن دوری و دوستی، منم برای همین میگم. جدی مقدس با ماشین قدیمی ها یهو کجا غیبت زد؟ با ارم جونم قرار داشتم. نمیدونم چرا دوری و دوستی برای شما صدق نمیکنه مقدس جون. خیلی جالبه نه؟
مقدس خانم یکم دیگه پول ماهی میخوریم بریزم؟ نمیخوام. نه که بی نمک و بی مزه است، مثل غذای رژیمی راحت میخورم. بفرمایین. چه خبر؟ چی کار کردی؟ خیالتون راحت باشه آقا فاتح، با یه سری حرفه‌ای داریم کار میکنیم قربان. خیلی بی سر صدا مثل آب خوردن حلش میکنن قربان. مطمئنی دیگه؟ ببین یه وقت کار دستمون نداد. نه خواهش میکنم آقا فاتح، گفتم که هم خودشون هم سردستشون آقا جمال کارش درسته قربان، همه چی حله. خدا بخواد از این مشکلم خلاص میشیم، تمام میشه. معلوم میشه. بفرما شوکت بابا. دوماد، وقتی من هستم تو به چه عقلی رفتی پیش جمال ها؟ سری پاشو بیا اینجا. سیر تا پیازو بهم میگی چه غلطایی کردی آقا پسر؟ شیفم شد؟ چی شد آقا فاتح؟ چی شد آقا فاتح؟ خاک تو سرت نشه، از همه جا مافیایی کارادنیزی پیدا کردی؟ خدا بگم چی کارت نکنه، خدا همین یه جونم من بگیره خلاص شم. خدا نکنه قربان. بابا آخه آدم قد بود از کار کرد برای من. ببین من الان دارم میرم، از این به بعد هر کاری که میخوای بکنی قبلش از من میپرسی، فهمیدی؟ عجب گیری کردیم ما. این کار دست گل به آب دادیم. داماد بیا اینجا. بابا جون اینجایی؟ خیلی خوب اومدم. مشکل چیه؟ مشکل از تو گنده تر بچه. چرا؟ باز چی کار کردم؟ اگه مشکلی داشتی چرا به جای من پاشایی رو رفتی پیش مردم ها؟ نه شوکت بابا جون، این بین من و زینبه. اون شبم خوابمون برده بود، اما اون مشکل رو حل میکنیم. سکت! چی شده؟ بگو ببینم پسر، کیه این ارتان؟ ارتان؟ ارتان دیگه کیه؟ من کسی به اسم ارتان نمیشناسم. تو چی داری میگی بابا جون؟ ارتان کیه؟ خب آدم تو رفته حرف زده دیگه. این یارو کیه ها؟ چرا مزاحم عروس من شده؟ این ارتان عوضی عاشق سلین شده بابا جون. آره؟ تو کیه عوضی؟ نه که تو اورهان و سلینو عقد کردی، یعنی چیز کردی، صیغه کردی، اینم کفری شده. آشغال ولکن خواهرم هم نیست، ول نمیکنه. ای توف اون کفری شدنش بیا. توف کردم، توف وارون کردم، ترتیبشو دادم بابا جون، خیالت راحت. معلومه توف کردی. واسه همین پاشدی رفتی پیش جمال ها؟ کی؟ جمال. آی مصطفی توف به روی تو هم بیاد. بابا جون اون خرابکاری رو مصطفی کرد، من اون جریان رو حل کردم، شما نگران نباشین باشه؟ دوبله شده. خیلی خوب حلش کردی. بچه سوسول حلوا چی؟ چجوری حلش کردی؟ گرفتیش بعدش؟ آقا ارتان، این کارتون هیچ حرکت قشنگی نبود، البته به نظر من. ازتون خواهش میکنم دست از سر خواهرم بردارین. بر ندارم چی کار میکنی ها؟ ناراحت میشه. به جهنم ناراحت شو. به من چه؟ سلینم ناراحت میشه. من عاشق سلینم، دست از سر سلینم بر نمیدارم. نمیتونی اینطوری منو بترسونی. خواهش میکنم آقا ارتان گل، هدف من ترسوندن شما نبود. حرف دیگه ای نداری؟ من میرم. خدافظ کوچولو. یه چایی میخوردیم. نتونستم حل کنم. من بزدلم واقعا که بابا جون. تو ذهن شما همچین آدمی هم؟ آره؟ ببین شادومات، اونجوری حل نمیشه، اینجوری حل میشه. ببین ولم کنین، میگم ولم کنین. برو ببینم، برو ببینم حرف بزن. ولم کنین، ولم کنین ببینم. چی؟ آوردیم آقا. اینو ببرین پشت. پشت کجاست دیگه آقا؟ منو کجا میبرین؟ ولم کنین. منو کجا میبرین؟ ولم کنین. میگم ولم کنین. ساکت. ولم کنین. اعصابمو خورد نکن.
اون آدم عوضی که دوروبر عروس من میپلکه تویی؟ چه عروسی آقا؟ کیو میگی؟ چه عروسی؟ بیا این عروسو میگم. اینو میشناسی؟ بگی خجالت نمیکشی؟ حالا مزاحم عروس من میشی؟ ها؟ نشونت میدم. بگی عوضی. خدا هیچ کس رو تو دست شما نندازه شوکت بابا جان. داماد برو سلینو بیار اینجا. چی؟ نه بابا جون نیازی به این کارا نیست. داماد ببین عروسو بیار اینجا. جای اون اینجاست پیش شوهرش. فهمیدی؟ شوکت بابا جون خانواده ها تازه با هم جور شدن. آخه همچین کاری من حلش کردم. شما خیالتون راحت باشه. کاری که بهت میگم بکن بچه. بابا جون باز جنگ و دعوا را میافته. گوش کن داماد. رو حرف من حرف نزن. روشنه؟ از این ببر مشکل منه. برو دختر بیار اینجا. اون عوضی هم خیلی مرده بیار اینجا خونه شوکت دره مزاحم دخترمون بشه. باشه برو. سیب زمینی. بیا اینم جوابت فاتح. اوی فادک چه زود داری میری؟ این بار چرا اینجوری شد؟ ها؟ خاله یادگار. ها باشه بازم میام. دیگه به اندازه قبل دور نیستم. ببین تو جایی تو میذاری خب تا اون دم بکشه من خودمو میرسونم. برو جا که خالشی تو. برو جا که خاله. اوی جو اوی دختر چرا گریه میکنی؟ انگار میخواد بره خونه بخ. آره مامان ببین منم ناراحت میشم. گریه نکن. نداره که خواهر من که از رفتن اون گریه نمیکنم. از چی؟ یادگار خواهر من فهمیدم این دوتا عروس نمیشن با لباس سفید برن خونه شوهر. منم نمیتونم پشت سر ماشین عروسشون گریه کنم بگم دخترم از خونه رفت. گفتم از حالا که یکی ماشین داره بیاد پشت سرش یک گریه‌ای بکنم. خوب از سرت بپره کپو. از دست تو مامان. دو ساکت بیا اینجا. چون قربونت برم دخترم. ای ننم ای جانم. گریه نکن باشه. باش. تاکسی اومد. برو کنار قلتک. برو کنار لهت نکنه. برو اونور. واستا دیگه. برو به سلامت. مواظب خودت باش. داداش این از دستش بگیر. برو به سلامت. برو مواظب خودت باش. باشه دخترم. ازت ممنونم. خیلی مراقب خودتون باشین. ببین اینجا رو به تو میسپارم خاله یادگار. باشه من هستم. قصه نخور. برو به سلامت. برو بذار برات دعا بخونم. برو. به سلامت بری برگردی دخترم. دخترم جلتو ببر توه. یه ذره عقل داره اونم داره از سرش میپره. نگاش کن. آی خدا. اینجا برمیگرده خواهر نگران نباش. برمیگرده. گریه نکن. برمیگرده. زشته جلو در همسایه زن به این گنده گلش میگه زشته. بیا نگاه کن. شازی منده تول ترخه نده نیمد از خواهرش خداحافظی کنه. دوبله شده در استودیو جم. بابام ارتان دوست پسر سابقمو میدونه. چی؟ شما دیوونه شدین؟ چی کشیدین زینب؟ هیچی نکشیدیم. اینطوری بهت بگم که بابام سراغ ارتانو از فاتح گرفته. اونم هول میشه. داداشتو که میشناسی. گفته ارتان دوست پسر سابق توی مرتب مزاحمت میشه و داره اذیتت میکنه. بابام هم حرصش میگیره ناراحت میشه و میگه که تو بری اونجا.